سلام دوستان عزیز، باز هم در خدمت شما هستیم با یک ویدیوی جدید و یک معلومات جدید. امیدوارم که تا پایان ویدیو با ما همراه باشین. چینل ما را سابسکرایب کنین، ویدیوی ما را لایک کنین و برای باقی دوستان خود هم به اشتراک بذارید. موضوع ویدیوی امروز این است که خیلی دوستا سوال کردن که افسرها چطور دروغ‌ها را تشخیص می‌دهد و کسانی که کیس‌های واقعی دارن چرا رد می‌شوند. تا پایان ویدیو با ما همراه باشین. من چند تا توضیح برایتان میارم که شما بتوانید از اون استفاده کنید. دوستان عزیز، تا حالا فکر کرده این چطور بعضی ها با این که کیس های واقعی دارد رد می شود، اما بعضی ها با کیس های نه چندان قوی قبول می شود. دوستان عزیز، راز کار در اتاق مصاحبه هست، در اتاق اینتریو هست. افسرها فقط با حرف های شما گوش نمی کند، آنها آموزش دیدن که من در ویدیوهای قبلی هم گفتم. شما می توانید ویدیوهای قبلی مرا ببینید و از اونها استفاده بسیار خوبی را بکنید. افسرهای کیس اینتریوی شما یا مصاحبه شما آموزش دیده است، اونها آموزش دیدن، اونها همه چیز را مثل ضربین زیر نظر دارد، مثل یک دروغ سنجی انسانی، لرزش صدا، حرکت چشم و حتی طرز نشستن شما را اونها کلن آموزش دیده و تحلیل میکنند. امروز میخواهم به شما بگویم چه کارهایی در مصاحبه انجام میدهید که افسر مصاحبه تان، افسر اینتریوی تان فکر میکند شما دروغ میگویید. وقتی اونها فکر کنند که شما دروغ میگویید، معمولا پرونده ها به تعلیق میفته یا وقتی مصاحبه طولانی میشود و این چیزا و پرونده ممکنه همونجا یا رد شود یا استاپ شود. حتی اگر شما صادقانه صحبت کنید، باز هم اگر افسر پرونده شک کند، شما به بزرگترین چالش روبرو می شوید. این ویدیو دید شما را نسبت به مصاحبه کلا عوض می کند و شما تا پایان با ما باشین. و دوستان عزیز، توصیه میکنم بعضی ها که سوال های تکراری میکنن، امیدوارم برای اونها من توضیح دادم در ویدیوهای قبلی هم و امین الانم من به شما میگویم که همه ویدیوهایی که در چینل ما هست همه را نگاه کنین. اگر با اون بخشی سوالای خود نرسیدین، بعد بیاین دوباره سوال کنین تا ما برای شما ویدیو بسازیم یا در کامنت شما را جواب بدهیم. دوستان عزیز، بخش اول این که دوستان عزیز، یکی از تکنیک های افسرهای مصاحبه یا اینتریوی شما این است که بعد از صحبت شما چند ثانیه سکوت میکند و به چشم شما زل میزند و به چشم شما نگاه میکند. این سکوت به این معنا است که ببیند شما دوباره شروع میکنید یا داستان اضافه میکنید یا نه. اطلاعات واقعی جوابتان تمام شده. با غیر ضروری پر کردن خلال، نکته طلایی اعتماد به نفس سکوت کنید، زیادگویی نکنید بعد از پایان پاسخ. اولین نشان استرس این است که وقتی افسر سکوت میکند شما داستان اضافه میکنین، فکر میکنین که افسر اینجا روی شما شک کرده. امیدوارم که چیز واقعی را مطرح کنین و چیز را اضافه نکنید. افسرها همون عادتشان است که اونا سکوت کنند تا ببیند شما چی کار میکنید، چی عکس العملی نشان میدهید. بخش دوم سوالهای غیر منتظره است. دوستان عزیز، افسرها ناگهان وسط بحث شما، وسط حرف شما جدی، دوباره بسیار جدی از شما چیزی را میپرسد. آن روز که فرار کردید پرده های اتاقتان چه رنگی بود، یا ابر چطوری بود، یا باران بود نبود، این چیزا را میپرسه. یا با کدام موتر سوار شدین، با کدام ماشین سوار شدین، چطوری از اونجا فرار کردین. وسط حرف شما میپرد. اونجا هست که مغز انسان برای خاطرات واقعی، جزئیات واقعی می آید. اگر شما چیزی واقعی را گفته باشین، اونجا دوباره همون حرف خود میزنید. اگر نه، بسیار جدی، چون میبینین که افسر مقابل شما بسیار جدی هست، چیزی را اضافه میکنین. وقتی اضافه کردین ممکن است با اون چیزی که شما رو اول گفتین تفاوت داشته باشه. کیس های ساختگی معمولا فقط روی کلمات، روی حرف زدن تغییر میکنن. قبل از مصاحبه صحنه ها را کلن او برای خود میچیند و اونجا میرود که افسر مصاحبه برخلاف انتظار او چیزهای غیر منتظره را میپرسد. اونجا هست که کیس
دیگه فرق میکنه، چیز اضافه میشود یا چیز کم میشود. همینطور امیدوارم که شما این چیزا را مد نظر بگیرید که چطور اون کیس ها رد میشود و متوقف میشود. بخش سوم، زبانبندی شما را لو میدهد. پوشاندن دهان، یک مواظب این حرکات باشید، بلکه 3 حرکات باشین که از نظر افسر یعنی دروغ. این واکنش ناخودآگاه مغز انسان را هنگام پنهان کردن حقیقت لمس کرده و میبینید که نشان استرس شدید می شود. اون موقع تمایل به فرار از موقعیت کوشش میکنین که از سوالهای افسر مصاحبه خود فرار کنین. همین استرس میگیرین، میترسین که چیزی اضافی نپرسه. بگذارین که هر چیزی که در توان افسر هست بپرسد. شما حقیقت را بگوین، چیزی که سر شما گذشته جلوی چشم خود دیدین اونا را بگین، چیز اضافه نکنین، چون روز اول هم شما همه چیزا را گفتین. اگر دیدین که نه روز اول نگفتین، حتما بگو اینجاش من روی فرم مصاحبه فراموش کردیم، با این دلیلایش بیاریم. چون شما اون وقت باید وحشت نکنید، چون اگر وحشت کنید یا عصبانی میشوید. اون وقت که اگر عصبانی شدین، افسر مصاحبه به واقعیت ها میرسد و بیشتر شما را سوال پیچ میکند. بخش چهارم، تفاوت یعنی نمیدونم، یادم نیست. فقط 2 کلمه میگین یادم نیست، نمیدانم. اینا برای افسر قانع کننده نیست. اگر افسرها کلمه ای نمیدانم بعدشان نمی آید، اما از دروغ ساختگی هم متنفر است. فلان شخص چی لباس پوشیده بود وقتی که شما فرار کردین و یا در خانه شما حمله کرده بود؟ شما دقیقاً باید بگوین که یادم نیست، چون اون وقت من ترسیده بودم. و اگر یادتان هست خب برایش بسیار به اعتماد به نفس جواب بدهید. این خیلی باورپذیر هست تا اینکه یک رنگی خیالی بگویید و نیم ساعت بعد یادتان برود و چیزی دیگر بگویید. ثابت کنید که چیزی حقیقت را میگویید، بهتر از دروغ است. خب معمولا ما انسان ها وقتی که میترسه خیلی چیزا از یادش میروند، اما کیس افسر این چیزا را دقیق میکند، چون ببیند که شما واقعا همه چیز مو به مو یادتان هست و در حالی که ترسیده بودین، در حالی که با خطر مرگ روبرو بودین، همه چیز نقطه به نقطه یادتان هست. بعد اون وقت باز هم کیس شما دچار چالش میشود که امیدوارم این چیزا را مد نظر بگیرید. دوستان عزیز، خلاصه این که افسر به دنبال کشف حقیقت است و زبانبندی شما را نیمی از مصاحبه هست. یعنی افسر به دنبال حقیقت است، اون کوشش نمیکنه که شما را زبانبندی کنه، شما را کوشش کنه تحت تاثیر قرار بده، زیر سوال کنه. آرامش خودتان را حفظ کنید و با افسر مثل یک انسان برخورد کنید. دوستان عزیز، این بود موضوع امروزی که شما سوال کرده بودین و این افسرها در پایان هم بگم افسرهای مصاحبه شما آموزش دیده است، اونها به هر نوع آموزش خود را مکمل کرده. و دوستان عزیز، باز هم رسیدیم به پایان ویدیو. توی کامنت ها برای من بنویسین بزرگترین ترستان از اتاق مصاحبه چی هست، نه یک بازجویی مصاحبه چیست. از سوالات میترسید یا از برخورد افسر میترسید؟ و دوستان عزیز، خوشحالیم که تا پایان ویدیو ما را همراهی کردین. ویدیوی ما را لایک کنین، چینل ما را سابسکرایب کنین و برای باقی دوستان خود هم به اشتراک بذارید تا اونها هم از این ویدیو استفاده کند و برای اونها هم مفید باشد. تا دیداری بعد، تا ویدیوی بعد، خدا یار و نگهداری همه تون باشد.